دستگاه اتومات کمپانی اسمیل مدل BCC02 و رنگ بسیار زیبا و جذاب مشکی. دوستان درخواست آموزش رسوب‌زدایی یا دسکیلینگ داده بودن. توجه بفرمایید که دستگاه درخواست دسکیلینگ نداده، ولی ما به هر حال آموزش رو برای شما میذاریم که نحوه رسوب‌زدایی این دستگاه رو در واقع آموزش ببینید و کار استارت میزنیم با محلول رسوب‌زدای کاسپین. مقدار 100 میلی لیتر در تانک آب در مخزن آب وارد میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید بطری ها مندرج هست و 100 میلی لیتر کامل شد. قبلا ما به صورت فول آب تصفیه پر کردیم داخلش و الان آماده است برای عملیات رسوب‌زدایی. دو تا کلید دیگه ملاحظه می‌فرمایید چند ثانیه نگه می‌داریم و فرمان دیسکیلینگ شروع میشه. بعد همونطور که می‌بینید چراغ نارنجی چشمک میزنه و این چراغ دیسکیلینگ روشن هست و عملیات حدود 20 تا 25 دقیقه طول میکشه تا مرحله اول رسوب‌زدایی انجام میشه و بعد بره رو پروسه آبکشی که با شما خواهیم بود. پروسه اول رسوب‌زدایی یا دیسکیلینگ انجام شد. همونطور که مشاهده میکنید چراغ چشمک میزنه و چراغ مخزن آب هم چشمک میزنه، یعنی آب تمام شده. مخزن رو مجدد شستشو دادیم، به صورت کامل از آب تمیز و تصفیه پر کردیم و سر جای خودش قرار میدیم و دوباره عملیات شستشو یا رینزینگ رو انجام میدیم. بله، مشاهده میکنید چراغ آب خاموش شد، چراغ اختیار آب، و دوباره کلید رو میزنیم و عملیات شروع میشه. زمین که این عملیات یه مقدار سریعتر از قبلی انجام میشه و حواستون باشه لیوان هایی که زیر گذاشتین یا مارپایی که گذاشتین زود پر میشه و بعد خالی کنید. بعد از اتمام عملیات آبکشی با شما هست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید دو تا عملیات رسوب‌زدایی دسکیلینگ و شستشو یا رینزینگ انجام شد. چراغ‌های دستگاه به حالت نرمال اومده و دستگاه آماده است برای اینکه قهوه بگیریم. میریم یا خروجی ازش بگیریم، تست کنیم ببینیم به چه صورت است.